قدر. ببینید دوستان عزیز، فرصت مناسب رقابت و شروع اینجا بسیار هم یک زای یک مرم چی بایدی و همون مقصدی نهایی بدی بسیار هم در سطحی خوشگیری آفرین. اکنون دوستان عزیز، ببینید انا این حالت است. بله، اشتباهی که از خودی خورشید سر زد. ناحیه دوستی برای شاه جایزه به نتیجه انجام یافت. قسمتی بالایی کمربنده که دقیق بود و او را به تخت پوش کنیم. مخلصان در وزن این مسابقات حساسی که چون گفتیم ما رو در پیش است. تالارهای ورزشی بنیاد می‌گردد. بعد اون بدن که داشت با همون امتیاز رقابت را خاتمه بخشید و محمد علی میرزایی داور درجه جمهوری بی یا حکم است در محمد عیسی باشد در دفاع است. با فریز گردایف با ملکه سعید و یاوری کارگردان که انا با مانند مسابقات گراند پری گراند سلم همین لحظه ای پرتافت رو بعد از مراسم جایزه سپاری چون منظوری ما کردنی قبلا هم یک انا اکنون دوستان عزیز رفته پهلوانان نامدار هم در قسمت های نهایی گشتین میگیرند. انا اکنون بیایید ببینیم چگونه حیدر اشتباه کرد. اشتباهی که او را با پشیمانی برد. امکان نمیدهند که اونراش هم جالبی توجه خوری شدن. در البته کوری ثمره بخش باز هم عملی آخرینی که با موفقانه بود. نیمه را اشاره کرد و کناری چپ زود عملی انجام داد. بیا توجه میکنیم بریگن برعکس نیمه چپ نشان داد، کناری راست حرکت کرد. چگونه در شهر کنو برای شاه جایزه پهلوانی ازبکستان را با همین یک پرتافت هلوک داخله شکست داده بود و چندین کامیابی های خود را هم در مسابقات بیرون از تاجیکستان توسط استفاده همین اصول به دست آورد که این قدر مخلصان زیاد به تبلیغ ازبکستان از سمت دیگر با حالت تکرار را می‌بینیم. ببینید این افکش سرجمعی سرگون بود، اما در رو برای شمشار عبدالله نشان دادن. بعدم یک حرکتی و خیلی هم جالب‌ترین فرصت بود که سهراب جرأت کرد. ولادیمیر یلتسنینوف با این پرتافت شکر محمد هم بسیار خوشحال شد. بسیار هم در یک حالت ناگوار بود شکر محمد. معلوم بود که عقب نشینی دارد، خسته حال است و الکی از این فرصت از این خستگیش هم تیمور سریع وقت استفاده کرد و
میرسونید. سجلال سیدم رو سیوم مقام دادند. اکنون باران هم فرو رسید. اما قسمت فینالی برای به دست آوردن جایزه بین دو پهلوان سنگین وزن شروع خواهد شد. انا جایزه رو خوبتر شوید باران بخوری. وقت فرقیت اما تیمور رحیموف دستش بالا بشان آواز شو جایزه رو صحبی بشان. دوستان عزیز در همین جا گزارش ما هم انجام برسم.